بزرگترین ضربه به آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم. انواع هواپیماهای جنگی آمریکا تحریم شدند. انواع هلیکوپتر جنگی از مدل آپاچی و کبرا تحریم شدند. انواع تانک و توپ و ناو جنگی آمریکا تحریم شدند. قانون مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه تصویب شده در مجلس آخوندی امروز در آفساید. آقا قضیه خیلی جدیه. بحث یک پاسخ مقتدرانه است که با اجماع کامل صورت گرفته که همین اجماع کاملش حریف رو کمرشکن کرده. 10 روز پیش کنگره آمریکا با 419 رأی موافق و 3 رأی مخالف این طرح در واقع مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران رو به تصویب رسوند و امروز در یه همگرایی و هماهنگی کامل مجلس ایران طرح یک مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا را با 240 رأی و بدون رأی مخالف به تصویب رسوند. دیدید؟ بدون رأی مخالف، ولی اونور چی؟ 3 رأی مخالف. همین بالانس قوا رو نشون میده. یعنی تا همینجا برای عقل بسیجی مجلس آخوندی از کنگره آمریکا 3-0 جلوه. بعد فکر نکنید یه طرح روی هوا دم دستیه ها. قشنگ اهداف راهبردی براش طراحی کردن، اهداف دونه درشت. منزوی ساختن آمریکا، خیلی هوشمندانه این طرح تنظیم شده. ما در این طرح به نظر آمریکا رو منزوی کردیم و اروپایی‌ها رو جدا کردیم از آمریکا. یعنی با این طرح دیگه حکم تفکیک آمریکا اروپا اجرایی شد. به همین سادگی. اروپا تا دیروز کی بود؟ شریک یک تجاری آمریکا با 680 میلیارد دلار تبادل اقتصادی در سال. حالا شما تصویب این قانون رو بذار در کنار اون عکسای سلفی نمایندگان با موگیرینی تا متوجه بشی که اروپا الان سمت کیه. پاسخ مقتدرانه که میگیم یعنی این. حالا بذار بریم تو جزئیات ببینیم که اصلا کی رو تحریم کردن. این طرح کلیه تشکیلات و سازمان‌های ارتش آمریکا و اطلاعات آمریکا رو به عنوان حامیان تروریسم به رسمیت میشناسه. تمام. یعنی از پلیس در جلوی کاخ سفید تا کل پنتاگون و ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن همه رفتن تو لیست تروریستی نظام. اینجاست که امامشون از غرب در میاد و میناله که امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. حالا این برای شوخی و آفساید و اینا خوب بود، ولی جدی کل ارتش آمریکا رو اینا گذاشتن توی لیست تروریستیشون؟ یعنی اینقدر مشنگ مجلس نظام؟ باب شرکت‌های این طرح الان تمامی دستگاه اطلاعاتی نیروهای مسلح و نظامی آمریکا از منظر ما رسما حامی تروریسم شناخته شدن. اونایشون که در هر صورت بنا به تعاریف مصطلح در عرف بین الملل اقدامات تروریستی انجام میدن. نه، پس معلوم شد که قضیه طبق معمول همون قضیه قمپوز و این حرفاست. وقتی ریز میشی میگه فقط اونایی که در عرف بین الملل اقدامات تروریستی انجام میدن. حالا میشه یه مثالم بزنی که کیا منظورته؟ اشخاص آمریکایی که از گروهک تروریستی منافقین به طور مستقیم یا غیر مستقیم از جمله از طریق هر گونه کمک مالی، سیاسی، تبلیغاتی، فرهنگی، تسلیحاتی و اطلاعاتی حمایت می‌کنند. پس دوباره برگشتیم سر درد اصلی نظام. پس اگر ارتش آمریکا و ناو و اینا رو بذاری کنار، میرسی به اونایی که سر و کارشون با دشمنان قسم خورده نظام افتاده که به اینا گیر دادن. و در بخش بعدی اقدامات نقض حقوق بشر آمریکایی ها، حمایت از گروهک منافقین رو به عنوان نقض حقوق بشر تلقی میکنه. به تبع این به رسمیت شناختن مجازات های سنگینی رو برای اونها در نظر میگیره. وای 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 وای، همه رو ول کن، فقط نقض حقوق بشرش رو بچسب. شما اصلا دیدی نقض حقوق بشر رو از نزدیک؟ اگر تو شلاق و اعدام در ملأ عام ندیدی،
اگر تو کهریزک و اوین و گوهردش ندیدی پس بیا تو قلب پاریس یکی از مصادیق نقض حقوق بشر که این نماینده مجلس گفت رو بهت نشون بدم. فقط اونایی که ناراحتی قلبی دارن حواسشون باشه. We have an alternative. Not only do we have regime change, but we have an alternative, and that alternative is you. It's a democratic alternative. It's a force for change. It's well organized. It has popular support, and it has a vast network of supporters. And whoever doesn't believe that, I ask them to do two things. Take a look at how many of your fellow compatriots are murdered by the regime. Think of how frightened the regime in Iran is of the MEK. That will tell you how strong you are. حالا بریم ببینیم مجازات‌های سنگینی که برای همین سخنرانی نقض حقوق بشرانه در نظر گرفته شده چیه؟ صدور روادید ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تبصره‌های مواد 4 و 5 این قانون ممنوع است. بدبخت شدن رفت. یعنی روادید جمهوری اسلامی پرد. آقای بولتون، یعنی از حضور در نماز جمعه، تور مسافرتی اوین، شرکت در تنفیذ و تحلیف و مهمتر از همه عکس سلفی با اعضای مجلس محروم شدی. مجازات از این سنگین‌تر؟ ای کاش فقط این بود. بقیه‌اش رو گوش کنید. قوه قضاییه موظف است کلیه اموال و دارایی‌های اشخاص مندرج در فهرست تحریم تهیه شده وفق تفسیرهای مواد 4 و 5 این قانون را در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران توقیف نماید. یعنی حساباشون تو بانک صادرات و بانک ملی و مؤسسه مالی کاسپیان و سامن الحجج همه بلوک شد. خلاصه کنم براتون. کپی پیست. همون قانون تحریم کنگره رو برداشتن، زدن فایند ایران، ریپلیس با آمریکا. اینی که خودشونم به مسخره گرفتن. اینا کیهان گفته. گزارش کیهان از مصوبه بیخاصیت مجلس. اختراع دوباره چرخ در بهارستان، این دفعه پنچر. ولی حالا از اینا که بگذریم، همه این سیاه‌بازی‌ها رو در آوردن که آخرش اینو بگن توی این طرح. به منظور مبارزه با تروریسم در منطقه دولت موظف است مبلغ 10,000 میلیارد ریال در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دهد. دولت مکلف است 20,000 میلیارد ریال تخصیص دهد. 50% مبلغ مزبور به منظور گسترش فعالیت‌های موشکی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح و 50% دیگر میان وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به طور مساوی تقسیم می شود. بله، پس معلوم شد که هدف از این طرح هم به جز مصرف داخلی چیزی نبود جز بالا کشیدن دوباره پول ملت، این بار به این بهانه. یعنی تحریم آمریکا بهانه است، به چاپ ملت نشانه است. جالبه که تأکیدم کرده که حتما این پول مساوی تقسیم بشه که دزدا یه وقت دعواشون نشه و همه خلاصه راضی باشن. ولی تا جایی که به زهرخوری و روابط بین المللی نظام برمیگرده، به اندازه سر سوزنی به برجام خش وارد نکردن. ما تمام هنر طراحی این طرح این بود که مغایرتی با برجام نداشته باشه، چون در این صورت ما متهم میشیم به نقض برجام. یعنی ته خط با همه این هارت و پورت های مجازات سنگین و اینا، نظام کماکان تو جاده زهرخوری و با اطلاق برجام به دست و پا زدن ادامه میده. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.